سلام، نام من ربکا است. اینجا هستم چون میخوام همه بدونن که عیسی مسیح نجات دهنده ماست. او خداوند ماست و اگر میخواهید مطمئن باشید که زندگی جاودان داشته باشید، خب اعتماد بدین، ایمان بیارین به عیسی مسیح. خب چطور میتونیم راجع به عیسی مسیح یاد بگیریم؟ ما با هم کتاب مقدس میخوانیم. پس به این دلیل دعوتت میکنم که با من انجیل یوحنا امروز فصل 5 با هم میخوانیم و بیشتر راجع به عیسی مسیح یاد بگیریم. خب خوش آمدید و الان شروع میکنیم. یوحنا باب 5. پس از آن یهودیان را عیدی بود و عیسی به یروشلیم آمد. در یروشلیم در نزد دروازه میش حوضی هست که به عبرانی بیت حسدا میگویند و آن 5 رواق دارد. در آنجا شماره زیادی بیماران، کوران، لنگان و شلان خوابیده منتظر حرکت آب بودند. زیرا فرشته خدا وقت به حوض فرآمده آب را حرکت می‌داد و هر کی در اثنای حرکت آب اول به حوض درآید از هر کسلی که داشت شفا می‌یافت. و کسی در آنجا بود که 38 سال باز گرفتار بیماری بود. چون عیسی وی را خوابیده دید و دانست که مدتی دراز بیمار است، به وی گفت: آیا می‌خواهی شفا یابی؟ بیمار جواب داد: ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا به حوض اندازد. پیش از آن که من آیم دیگری خود را در حوض می اندازد. عیسی به وی گفت: برخیز، بسترت را بردار و برو. همان دم بیمار شفا یافت و بسترش را برداشته به راه درآمد. آن روز شنبه بود. یهودیان به کسی که شفا یافته بود گفتند: امروز شنبه است و جایز نیست که بستر خود را برداری. وی در جواب آنها گفت: آن کس که مرا شفا داد به من گفت: بسترت را بردار و برو. از وی پرسیدند: کیست آن کس که به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ لیکن آن که شفا یافته بود نمیدانست که او کیست، زیرا که در آنجا ازدحام کلانی بود و عیسی ناپدید شده رفت. پس از آن عیسی وی را در معبد یافته گفت: اینک شفا یافته ای، دیگر گناه نکن تا که به وضعیت بدتر دچار نشوی. آن مرد رفته به یهودیان گفت که شفا دهنده من عیسی می باشد. از این سبب یهودیان عیسی را تعقیب می کردند و او را می خواستند به قتل رسانند، زیرا که این کار را در روز شنبه کرده بود. عیسی در جواب آنها گفت: پدر من تا کنون کار میکند و من نیز کار میکنم. از این سبب بیشتر قصد کردند که او را به قتل رسانند، زیرا که نه تنها شنبه را رعایت نمی کرد بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود را با خدا برابر می دانست. خب پس اینجا دیدیم که عیسی مسیح اون مرد به مرد شفا داد و رهبر دین در اون موقع ناراحت بودند. خب نه تنها چون معجزه میکرد، ولی چون او خودش ادعا میکرد که پسر خدا بود، که برابر با خدا بود. این برای اونا، برای یهودیان، خب این خیلی کفره، خیلی
بعد خیلی چیزی بدترین گناه، مثل مسلمان میگن که هر کس که خدا به شریک بده خب خیلی گناه بد انجام میکنه، شرک. خب پس اونا فکر کردن عیسی مسیح خیلی خطرناک بود. خب و اگر راست نمی گفت، حتما عیسی مسیح یک مردی بد بود، چون خیلی دروغ می گفت. خب ادعا کرد که پسر خدا بود و اگر درست نیست، اگر راست نیست، حقیقت نیست، پس عیسی مسیح پیامبر نبود، معلم خوب نبود، چون دروغ می گفت. خب پس از این ما میفهمیم که عیسی مسیح کسی مخصوصه، مثل انسان دیگه نبود. خب او انسان بود ولی بیشتر از انسان بود. خب او خدا در جسم بود. خب ادامه میدین الان. عیسی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم پسر نمیتواند از خود چیزی به عمل آورد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل می آورد. زیرا که آنچه او میکند پسر نیز میکند. زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خودش میکند به پسر نشان میدهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا که شما تعجب نمایید. خیلی خوب. پس عیسی مسیح گفت من نمیتونم بدون پدر چیزی انجام بدم. خب عیسی مسیح خب او قدرت خودش نداشت، او اعتماد داشت به پدرش. خب او هر چیز که پدرش میگفت که پدرش انجام میداد، عیسی مسیح قدرت داشت انجام بده. خب و این یک نمونه برای ما است. خب که خدا میخواد قدرتش به وسیله ما استفاده بکنه. خب خدا هر چی که خدا میخواد انجام بده قدرت به ما بده تا اون کاری کنیم. خب پس و میتونیم مثل عیسی مسیح معجزه میکرد، ما هم میتونیم از وسیله خدا، از قدرت خدا به دیگران دعا کنیم و ببینیم معجزه خدا. خب ادامه میدیم. زیرا همچنان که پدر مردگان را احیا می کند و زنده می گرداند، پسر نیز آنچنان هر کی را که خواهد زنده می گرداند. زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی کند بلکه تمام داوری را به پسر سپاریده است تا که همه پسر را احترام کنند آنچنان که پدر را احترام می کنند. کسی که پسر را احترام نکند پدر را که فرستنده اوست احترام نکرده است. براستی به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و به داوری نمی آید بلکه از مرگ به حیات گذشته است. این قسمت خیلی مهمه، خیلی. خب عیسی مسیح گل داده که هر کس که به او ایمان بیاره خب محکوم نمی شوند. خب چرا محکوم نمی شوند؟ چون عیسی مسیح محکوم شد روی صلیب. عیسی مسیح گناه ما روی صلیب، برای گناه ما روی صلیب مرد. خب
و چون عیسی مسیح برای گناه جهان مرد، ما فرصت داریم تا زندگی دوم داشته باشیم و برای گناه خودمون محکوم نمی شویم. خیلی چیزی جالبه، خیلی چیزی عجیبه، ولی این چیزی هست که خدا برای ما انجام داده چون او ما را دوست داره. خب عیسی مسیح جان خودش داد برای گناه ما. پس اگر الان فکر میکنین من نگرانم چون میدونم که گناهکارم، میدونم که خدا درسته تا منو محکوم بکنه. خب اگر الان نگاه میکنیم به عیسی مسیح، ایمان میاریم به عیسی مسیح، بگیم به خداوند خوشحالم، تشکر میکنم، سپاس میگذارم که پسر خودت داد تا من رو ببخشه. خب میتونین مطمئن باشید که عیسی مسیح شما را ببخشه. گناهتون بخشیده شدن. به این دلیل خب مسیحیان پر از شاد هستیم، چون میدونیم که عیسی مسیح زندگی دوم برای ما گل داده، فراهم کرده. عیسی مسیح بعد از صلیب روی صلیب مرد، خب سومین روز رستاخیز شد، احیا شد و الان مثل او احیا شد ما هم فرصت داریم. خدا میخواد نشون بده که ما هم در روز رستاخیز ما هم احیا میشویم. خب عیسی مسیح اینجا گل داد که هر کس که به او گوش میده و ایمان بیاره خب محکوم نشوند، داوری نمیشوند. خب و زندگی دوم دارند. خب وقتی این بدن میمیره یک زندگی دیگه هست برای شما. خیلی خوب، ادامه میدیم الان. و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات گذشته است. به راستی به شما می گویم ساعت می رسد و الکی رسیده است که مردگان آواز پسر خدا را می شنوند و هر که بشنود زنده گردد. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد و پسر نیز آنچنان عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد و به او قدرت بخشیده است که داوری کند، زیرا که او پسر آدم است. و از این تعجب نکنید، زیرا ساعت می رسد که همه آنهایی که در قبر می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، نیکوکاران برای قیامت حیات و بدکاران برای قیامت داوری. من از خود چیزی به عمل آورده نمی توانم، آنچنان که می شنوم داوری می کنم و داوری من عادل است، زیرا که طالب اراده خود نه، بلکه اراده پدری هستم که مرا فرستاده است. اگر من بر خود شهادت دهم، شهادت من راست نیست، دیگری هست که بر من شهادت می دهد و من می دانم که شهادتی که وی بر من می دهد راست است. شما نزد یحیی فرستادید، وی بر راستی شهادت داد، اما من شهادت آدم را قبول نمی کنم، ولی این سخنان را می گویم تا که شما نجات یابید. وی چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما خواستید که ساعت به نور وی شادی کنید.
لیکن من شهادت دارم که از شهادت یحیی بزرگتر است. زیرا کارهایی که پدر به من عطا کرده است تا انجام دهم، یعنی این کارهایی که من میکنم، بر من شهادت میدهند که پدر مرا فرستاده است. و خود پدر که مرا فرستاد بر من شهادت داده است و شما هرگز نه آواز او را شنیده اید و نه صورت او را دیده اید و کلام او در دلهای شما جای ندارد، چون که شما به آن کسی که او فرستاده است ایمان نمی آورید. شما نوشته ها را تدقیق میکنید، زیرا گمان دارید که به واسطه آنها حیات جاودانی پیدا میکنید، ولی آنها بر من شهادت میدهند و شما نمیخواهید نزد من بیایید تا که حیات یابید. جلال را از مردم قبول نمی کنم، لیکن شما را میشناسم. در دل خود محبت خدا را ندارید. من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمی کنید و اگر دیگری به اسم خودش بیاید وی را قبول خواهید کرد. شما چطور می توانید ایمان آورید در صورتی که جلال از یکدیگر می طلبید، لیکن جلالی را که از خدای یگانه است طالب نیستید؟ گمان نکنید که من نزد پدر بر شما دعوای خواهم کرد. دعواگر بر شما موسی می باشد که به وی امید بسته اید. زیرا که اگر شما به موسی ایمان می داشتید به من هم ایمان می آوردید، چون که وی درباره من نوشته است. مادامی که شما به نوشته های وی ایمان ندارید، به سخنان من چگونه ایمان خواهید آورد؟ خیلی خوب، عالی بود. دیدیم که عیسی مسیح میگه که هر کس که توی قبر هستن، خب یک روز از قبر میآیند، خب و زندگی دوم دارند، خب ولی رستاخیز میشوند، ولی در اون موقع روز داوری هست. میدونیم که روز داوری هست، خب و در روز داوری خدا راجع به شما چه میگه؟ خب چون عیسی مسیح گفت که هر کس که به خدا گوش میده او را قبول میکنه. پس وقتی عیسی مسیح را قبول میکنین، ایمان بیارین، گناهتون بخشیده است. خب ولی اگر عیسی مسیح قبول نمی کنین، در روز داوری در گناهتون هستید و خدا راسته شما را داوری میکنه. خب عادله، خدا میدونه چه چیزهای انجام دادید. مطمئنم که چند چیزهای خوب انجام دادید و مطمئنم که هم چند چیزهای بد انجام دادید در زندگیت. پس یک نجات دهنده لازم دارید، یک راه برای شفا از گناهتون لازم دارید، چون پادشاهی خدا یک جایی هست که گناه وارد نمی شود. خب پس شما باید پاک باشین، کاملا پاک باشین تا وارد پادشاهی خدا بشوین. چطور پاک میشین؟ از عیسی مسیح پاک میشین، از عیسی مسیح که خونش برای شما ریخت پاک میشین. خیلی خوب، خیلی ممنون که گوش دادید و دعوتتون میکنم هفته بعد دوباره ادامه بدیم با انجیل یوحنا و الان برای دعا میکنم. خداوند برای هر کس که این گوش میده، تماشا میکنه، خداوند ازت خواهش میکنم که نشون بدین راست و حقیقت
و لمسشون کن تا هر کس عیسی مسیح رو میشناسند و نجات بیافتند. آمین و تشکر میکنیم. آمین. خدا حافظ.